سوال دیگر: استاد، مرد تا چند مدت از زنش دور باشد که زنش به او طلاق می شود؟ یعنی چند ماه یا چند سال از زن دور باشد که زن طلاق می شود؟ اگر زن برادر عزیز تا 4 سال شما اگر نه مالی یاردم میکنین، نه همراهش هستین، نه خواب خیز دارین، نه از او احوال پرسی میکنین، در 4 سال میتوند زنک رفته از مرکز اسلامی خط طلاقش بگیرد. یعنی از تن مرد از مرکز علاقه طلاقش نویسانده میشود، ایدهش هم میپاید شوهر کردن میگیرد. یعنی تا 4 ساله اگر مردک مالی یاردم نکند، همخوابگی نکند، از احوالش نپرسد، زنک میتوند که رفته خط طلاقش بعدی 4 سال گذشتن بگیرد. لیکن اگر به شرط بعضی آدمایی که مثال معذورن، مثال زندان دارن، یا ممکن در سفر هم امکانیت آمدن ندارن، خلاص یا یک راه دور میرود بیمار میشود، در این حالت اگر مبلغ روان کرده بتواند یا از حال مثال همی زنک پرسیده بتواند، خدا خواهد اینجا ده دیگه این زن باید که راه مرد نگاه کنه، باید که صبر کنه. اگر مثال صبر کردنی نباشد، مردک بگه که ما 10 سال مثال بگیم حکم صادر شدگی که من باید در زندان بشینم، یا اینکه مثال هم مرد می رود از پیش زن دور می رود 1 سال نیم سال پس میگه زنک شد که مثال من دیگه آمدن نمیتونم. همینجا اگر زنک از مردک طلاق طلب کند، بگد که مادامی که تو نمیای یا مادامی که تو مثال اینقدر سالهای طولانی در زندانی، اگر مردها خودشون اگر بگد زنک جواب بتن، امکان جواب دادن باشد، خوب میشود. لیکن اگر به شرطی که زن رفته بتواند، خبرگیری کرده بتواند، اینجا دیگه ضرورتی طلاق طلب کردن نیست. ولی مردها قطعی اگر مصلحت کنند، مردها اگر اجازت بتن که دیگر من در حق تو مقصد خدمت ضامن نمیکنم، این سالهای دراز من نمیکنم و طلاقش کند، انشالله اینم یکم گناهی ندارد.